دیگه برای رفع سردردتون نیازی از ژلاتین هاماسمالی پن استفاده کنید، چون قرار تکنیک‌های سلف ماساژ یا خود ماساژی رو براتون آموزش بدم. اگه سردردهای پس سری، تنشی و یا میگرنی داری، دو تا نکته بسیار مهم طب فشار بهت آموزش میدم که با ماساژ دادن این دو نکته به نام‌های GV20 و GV16 بتونی سردردها رو تو خونه خودت درمان کنی. مطابق تصویر زیر استخوان پس سری دو تا نقطه هست که چاله مانند هست به اسم GV20. همین دو تا نقاط رو وقتی که دستاتون رو قلاب کردید میتونید به شکل دورانی در 3 ست 10 تایی دایره‌وار دوران بدید. حرکت دوم، کف دستامون رو روی کف استخوان پس سری میذاریم و دو تا انگشت دستمون رو روی دقیقاً همون نقاط نگه می‌داریم و 3 ست 10 ثانیه نگه می‌داریم و فشار میدیم. حرکت سوم، دستامون رو قلاب می‌کنیم پشت سرمون و به این قسمت، به این شکل حرکت‌های اسکویزینگ رو می‌گیم. همونطوری که مشاهده می‌کنید به این شکل برای عضلات پس سری 3 ست 10 تایی. و حرکت آخر برای نقطه GV16 که دقیقاً زیر استخوان پس سری و تو قسمت چاله مانند قرار داره. مطابق تصویر میتونیم کف دستمون رو بذاریم در استخوان پس سریمون و انگشت دستمون رو ببریم از زیر استخوان پس سری و این نقطه رو پیدا کنیم و 3 ست 10 ثانیه‌ای فشار بدیم. این حرکت رو همین الان انجام بده تا برای 1 عمر یاد بگیری و همین الان این ویدیو رو بفرست برای عزیزت که زیاد سردرد داره.